خب سلام، وقتتون بخیر باشه. الان دقیقا ساعت 18:35 بعد از ظهره که داریم به واپسین ساعتهای نمایشگاه هلز فود نزدیک میشیم. خواستم توی این ولاگ باتون صحبت کنم از اتفاقاتی که افتاد، یه 0 تا 100 رو بگم از اینکه من از کجا شروع کردم، من کیم، چه هدفهایی داشتم، تا چقدرشو تیک زدم و قرار چه اتفاقاتی بیفته، چه مشکلاتی بوده. خواستم شما با من همراه باشید. حقیقتش رو بخواین قریب به 1 سالی میشه تقریبا که من یک شرکت زیست فناورانه متناسب با رشته خودم تأسیس کردم و هدفم هم از اول رفع نیاز صنایع غذایی، دارویی و حتی کشاورزی کشور بوده و کلا دوست داشتم که محصولاتی تولید کنم که حالا بتونم نیازی که بازار ایران داره رو رفع کنم. خب تو این راه خیلی اتفاقات زیادی افتاد. میتونم بگم که راه پرفراز و نشیبی بود تقریبا، و هست حتی تقریبا مرداد ماه سال پیش بود که من تصمیم گرفتم یک شرکت رو ثبت کنم با نام پیشگامان زیست فناور میمه. حقیقتش رو بخواین از قبلش من توی مسابقه راهیشو زیر نظر بنیاد نخبگان تونسته بودم رتبه دوم رو کسب کنم با یک گروهی و بعد تصمیم گرفتم که همون پروژه رو ادامه بدم. من همیشه آرزوم این بوده و دوست داشتم که دردی از مردم، دردی از صنعت با توجه به رشته‌ای که داشتم مرتفع کنم. برای همین بعد از اینکه رتبه دوم رو کسب کردم تصمیم بر این شد که یک شرکت ثبت کنیم. شرکت ما با اسم پیشگامان زیست فناور میمه در مورخ 22/9/1404 رسما ثبت شد. حالا قبلش که من چه چالش‌هایی داشتم به کنار، ولی من مبدأ صحبتامو میخوام بذارم از 22/9/1404. از این تاریخ تا امروز که 2 مرداد 1405 هستش، همزمان با تولد شرکت من اتفاقات بسیار زیادی توی این کشور افتاد. عملاً من 7 ماه از زمان شروع شرکتم و پروژه‌ای که داشتم رو درگیر بحث‌های اعتراضات و همچنین جنگ سپری شد که این خودش برای کسب و کارها میتونه عامل مرگی باشه. تلاش کردیم با حداقل ترین امکاناتی که داشتیم، با کمترین بودجه فوکوس کردیم، تونستیم که پذیرش بشیم توی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان که خودش یک فرآیند بسیار سختی بود و حالا تونستیم توی مرکز رشد مقدماتی به عنوان هسته پیشگامان زیست فناور پذیرفته بشیم. اون محصولی هم که توی راهیشو و مسابقه بنیاد نخبگان تونسته بودیم رتبه بیاریم رو سعی کردیم کاراشو بیاریم جلو و الان 80% پروژه حل شده و 20% دیگهش مونده. میگم توی این راه خیلی بالا پایینا دیدیم. بحث مجوز گرفتن ها که هنوز درگیرشیم. رسیدیم به تیر ماه 1405. فراخوانی داده شد برای حضور در نمایشگاه هلز فود. خب برای منی که تازه کار بودم و زمان خیلی کمی از ثبت شرکتم گذشته بود، همیشه رویا بود برام که یک روزی خودم رو توی یک نمایشگاه ببینم، یک غرفه‌ای داشته باشم. همین حضورش بود. صحبت کردیم با کمک اساتید خودم، سایر شرکت‌ها، غرفه‌ای رو گرفتیم و از مرکز رشد مقدماتی دانشگاه نوردانش
و همون مرکز رشد و امنیت غذایی میم وارد این نمایشگاه شدیم. خب محصولاتی که من به نمایشگاه هلس فود آوردم، یکیش یک آب نبات دهانشویه بود که بر پایه مواد گیاهی و بر پایه قند استویا مناسب برای سلامت دهان و دندان آماده شده بود و حقیقتش راستشو من بهتون میگم، زمانی که من آوردمش برای فروش فکر نمی کردم که به فروش بره. من 100 بسته 10 تایی از این آب نبات رو آماده کرده بودم و آوردم و چیدم. روز اول به یکی از دوستانم پیام دادم، گفتم که من هیچی نفروختم و ناامید بودم. خیلی عجیب بود برام و هی اینو با خودم میگفتم که نمیتونم، نمیره، نمیشه، تا اینکه امروز روز 4 و من توی روز 3 نمایشگاه تمام 100 بسته رو فروختم. شاید سودی واسه من نداشت، ولی همین که تونستم من توی این فرصت کم بتونم محصولاتی که آماده کرده بودم و بفروشم، برای من یک موفقیت بود. محصولات بعدیمونم محصولات کاملا ارگانیک بود که با همکاری سایر دوستان تهیه شده بود از شیر بز. به نمایشگاه آوردیم که با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. نمیدونم چقدر این حرفم درسته، ولی میدونم که خود من حالم خوب نیست. گاهی اوقاتی حرفو میزنم سرشار از استرس، سرشار از چک کردن اخبار، جنگ، اتفاقات، بالا و پایین شدن نرخ دلار، قیمت ها، همه چیز از هر طرف داره فشار میاره بهمون. من خودم متولد 1379 هم و خب میگم ما تو این دهه و تو این سنی که داشتیم، من و امثال من، هم سن و سالای من، خیلی تجربه ها داشتیم. آدماییم که داریم میجنگیم، هم برای خودمون، هم برای خانوادهمون، هم برای آیندهمون و هم برای کشورمون. میتونستیم بریم، خیلی ها میتونستن برند، خیلی ها رفتند. ما نمیتونیم قضاوتشون کنیم، مثل اینکه اونا نمیتونن ما رو قضاوت کنن که چرا موندیم و داریم تلاش میکنیم. امیدوارم که شرایط بهتر بشه. داره ساعت تقریبا نزدیک به 7 میشه و 1 ساعت دیگه از نمایشگاه مونده. تجربه بسیار خوبی بود. تونستم با تک تک افرادی که حضور به هم رسوندن صحبت کنم، تجربه کسب کنم. آدمای مختلفی رو دیدم، عقاید مختلفی رو دیدم، توقعات مختلفی رو دیدم و خوشحالم. یه حسی بین خوشحالی و ناراحتی. خوشحالم که تونستم اولین فروش محصولاتم رو داشته باشم، چیزی که حتی الان اگه بهش نگاه میکنم تو گذشته یه رویا بوده برام. ناراحتم بابت اتفاقاتی که داره توی مملکت میفته، توی کشور میفته، که امیدوارم به همت همه مردم و مسئولین و نخبگان و دانشمندان بتونن یه اتفاقات خوبی رقم بزنن برای همه ما. دوست دارم این پیج رو ادامه بدم، این ویدیوها رو بیشتر بذارم تا با چالش هایی که یک فردی که از صفر، حتی از زیر صفر میتونم بگم شروع کرده، برای اینکه بتونه یک شرکتی رو تأسیس کنه، بیاره رو پا، یک شرکتی که نوآور باشه، فناور باشه، آشنا بشید و بدونید که چه مشکلاتی رو باش دست و پنجه نرم میکنم. اگه دوست داشته باشید پیج من رو دنبال کنید، منو فالو کنید. من قول میدم که با هم تجربه های مشترکی بذاریم، حرفاتون رو بشنوم، ایده بگیرم ازتون و به هم کمک کنیم و یک مسیر رو بریم جلو. خیلی خوشحالم از این که میخوام برای اولین ولاگ عمرمو بذارم. میبینمتون.